به نظر تو عادیه که یه زن، یه دختر هر ماه پریود بشه، جدای از خونریزی درد رو تحمل کنه، هر ماه روحیش افت کنه، انرژیش افت کنه، یه گوشه از کار و زندگی بیفته، این روحیه و این حس بد رو به اطرافیان خودش هم انتقال بده؟ بعضیا حتی بعضا اینقدر دردشون زیاد هست متوسل میشن به مسکن‌ها، سرم، دکتر و خیلی چیزهای دیگه. خون خودش یه علامته، خودش یه زنگ هشداره از اینکه یه چیزی سر جای درستش نیست. اگر ما به طبیعت نگاه بکنیم، بذار همین اول کار راجع به خون صحبت کنیم. یه شایعه‌ای وجود داره، این که بعضی حیوونا مثل خرگوش پریود میشن و این پریودشون با خونریزی همراهه. کسی که این حرف رو میزنه یعنی عملاً هیچ دانش بیولوژیکی نداره، چون خرگوش اصلا چرخه قاعدگی نداره. اونا فحل میشن، یعنی در واقع فحلگی براشون اتفاق میفته. یک تخمک گذاری القایی دارن، یعنی اصلا چنین سیستمی نیست که هر ماه یه چرخه تخمدانی داشته باشن که در واقع توأم با خونریزی باشه، توأم با حالا درد باشه و بخواد این هی تکرار بشه. نه، اونا به واسطه جفتگیریشون، به واسطه یک سری تحریکات بیرونی، یک سری محرک‌های بیرونی تخمک گذاری انجام میشه و بدن در واقع تشخیص میده که بارداری قرار هست صورت بگیره. نه اینکه هر ماه یک چرخه تکرار بشه و خرگوش بخواد این اتفاق براش بیفته. و اصلا ما تو خرگوش چیزی به نام خونریزی نداریم. الان یه عالمه ما ابزار جستجو داریم، یه عالمه هوش مصنوعی داریم، به راحتی میتونیم توشون جستجو بکنیم. توی خرگوش ها چیزی به نام خونریزی قاعدگی وجود ندارد. این فقط یک شایعه بوده. از طرفی انسان یک پستاندار، جزء پستانداران محسوب میشه. اگر ما به طبیعت نگاه بکنیم 99.9%، ببین چه درصد زیادی هست، 99.9% پستانداران اصلا چیزی به نام چرخه قاعدگی ندارن. ببین چی دارم میگم، این درصد اصلا درصد کمی نیست، یعنی عملا چیزی به نام خونریزی ماهیانه ندارن. میمونه اون 0.1% پستانداران. این 0.1% پستانداران میگن اینا چرخه قاعدگی دارن. یکیش انسانه، یکیش شامپانزه ها هستن، یکیش بابون ها هستن، یکیش خفاش میوه خواره و یکیش هم موش خاردار هست. همینا. حالا ما باید ببینیم این چرخه قاعدگی که داریم مطرح میکنیم برای این چند دسته‌ای که نام بردم، شامپانزه ها، بابون، موش خاردار، خفاش میوه خوار و انسان، آیا چرخه قاعدگی همراه با خونریزی هست یا نه؟ جواب فقط انسان دارای خونریزی هست. جالب اینجاست اون چند دسته که دیگه که نام بردم به جز انسان، یعنی شامپانزه، بابون، خفاش میوه خوار و موش خاردار، دانشمندان در واقع محققان رفتن واژن اینها رو با ابزارهایی بررسی کردن و نمونه گیری کردن و این نمونه ها رو بردن زیر میکروسکوپ قرار دادن و توی این نمونه ها زیر میکروسکوپ مشخص شده که یک سری ترشحات خونی وجود داره. یعنی اصلا با چشم غیر مسلح، با چشم عادی دیده نمیشه و تازه خون نیست، یک ترشحی هست که زیر میکروسکوپ مشخص میشه که یه مقدار ناچیزی خون توی اون هست که این مقدار ناچیز اصلا قرمزیش هم دیده نمیشه، حتی فقط ماهیت خون بودنش مشخص میشه. این مقدار خونی هم که توی این نمونه هست کمتر از 1 قطره هست. حساب بزن کمتر از 1 قطره. انسانی که هر ماه داره 10 میلی لیتر خون از دست میده کنار در واقع اینا بذار. و تازه خیلی از زیستشناسان توی این قضیه دچار شبهه هستن، یعنی اظهار قطعیتی ندارن، چون میگن که اولا این حیوان‌ها دارن تو محیط‌های پر استرس مورد آزمایش قرار میگیرن و این محیط‌های پر استرس واسه یک سری اختلال‌های هورمونی میشه و این اختلال‌های هورمونی چه بسا باعث به وجود اومدن اون مقدار ناچیز خون توی ترشحات واژینالشون میشه. از طرفی وقتی ابزار وارد واژن حیوان میشه، واژن یه عالمه مویرگ‌های حساس خونی داره، چه بسا اونها ممکنه زخم بشن و همین باعث به وجود اومدن در واقع اون رگه‌های خونی داخل نمونه ها میشه. و اینجاست که ما باید ببینیم که چرا بشر اینقدر تلاش داره میکنه که بگه انسان تنها نیست توی خونریزی و به زور میخواد وصل بکنه به شامپانزه ها، بابون ها، خفاش میوه خوار و تأکید زیادش هم روی بحث شامپانزه ها هست. چرا که علم تکامل محور داروینی بقاش، ماهیتش بر این اصل استوار هست که انسان و شامپانزه یک نیای مشترک دارن.
حالا دوست دارم ایده های خودت رو بگی. خب با توجه به این صحبتایی که الان کردیم، وقتی دو تا چیز دارن با هم دیگه مقایسه میشن توی شرایط آزمایشگاهی، باید از همه لحاظ شبیه هم باشن، نه اینکه فقط یه کوچولو توی یه زمینه شبیه هم باشن تو بخوای مقایسه کنی. مثل مقایسه سیب با پرتقاله، قیاس مع الفارقه. چطور میشه مثلا یه حیوانی که اصلا به قول تو مثل انسان، مثل زنها توی جامعه، هر ماه توی تاریخ معین درد تحمل نمیکنه، منتظر نیست خونریزی. راجع به همین صحبت کن. آیا اون حیوان ها اصلا، حتی ما در نظر میگیم، بگم حتی ما این فرض رو بکنیم که این حیوان ها خونریزی دارن، آیا حیوانات چیزی به نام درد، از کار افتادن و این چیزها دارن تو سیستمشون؟ الان اینا رو گفتی یه چیزی تو ذهنم اومد. مثلا من بخوام تصور کنم اون حیوان مثل گونه انسانی، مثل انسان که مثلا پریود میشه. خب خانوما وقتی پریود میشن یه هفته قبلش هم درد دارن، کلا مقدماتشو خیلی حالا نمیگم همه، میرن پیشواز، منتظرش هستن، درد رو تحمل میکنن. بعد یه هفته هم خود اون خونریزیه هست، بین 3 تا 10 روز، حالا بعضیا بیشتر بعضیا کمتر، نرمش اینجوریه. و حالا کلی هزینه باید بکنن، درد تحمل کنن، بعد تازه اخلاق و خلق و خوشون هم عوض میشه. آیا توی حیوونا هم اینجوری این اتفاقا میفته که خلق و خوشون مثل اون خانومی که مثلا پریود، بقیه باید رعایتشو بکنن، یه گوشه باید بیفته، انرژی نداره، همه میگن اشکال نداره رعایتشو بکنید، بذارید استراحت کنه حالش خوب بشه و احساس ضعف میکنه؟ آیا اون حیوونا هم اینجوری هستن؟ یه گوشه باید بیفته، بعد نمیتونه شکار کنه، ممکنه شکار بشه، بقاش به خطر بیفته، نمیتونه به بچه‌هاش برسه. به نکته خیلی خوبی اشاره کردی. اگر که قرار باشه حیوانات هر ماه یا اصلا توی پروسه‌ای بخوان به دلیل چیزی به نام چرخه قاعدگی افت انرژی داشته باشن، درد تحمل بکنن و یه گوشه بیفتن و حیوان نر بخواد مسئول حفاظت از سیستم باشه، اینجوری بقای اون حیوونا به خطر میفته. ما یه عالمه پستاندار توی طبیعت داریم که همشون الزاماً درنده نیستن، خیلیاشون علفخوار هستن و خیلیاشون طعمه درنده ها هستن. اگر این پروسه بخواد اتفاق بیفته، بسیاری از ماده ها سر همین بحث چرخی قاعدگی باید شکار بشن، ولی ما اصلا چنین چیزی رو تو طبیعت نداریم. حتی شامپانزه ها، حتی بابون ها، حتی خفاش میوه‌خوار، هیچ کدومشون ابداً مطلقاً افت انرژی ندارن، دردی تحمل نمی‌کنن، یه گوشه نمیافتن و فقط انسانه که داره این اتفاق براش میفته. چیزی درباره اونا نشنیدیم. اصلا این یه قیاس مع الفارقه. اگه ما داریم مقایسه میکنیم، مقایسه باید از همه جهت شبیه هم باشه. از همه مثل 2 تا گل رو داری توی آزمایشگاه با هم دیگه مقایسه میکنی که مثلا چرا این گل خوب گل میده، اون یکی پژمرده میشه. تو از همه لحاظ باید اون گلا رو، شرایط آزمایشگاهیشون رو در نظر بگیری که مقایسه‌ای که میکنی درست باشه. پس اینجا علم یه نقطه بحرانی داره، یه نقطه بی جواب داره که فقط قصد توجیهش رو داره. اونم اینه که خب اگر تاکید علم بر این هست که انسان و شامپانزه از یک نیای مشترک به وجود اومدن و از طرفی شواهد علمی داره نشون میده که شامپانزه ها چیزی به نام درد پریودی، چیزی به نام افت انرژی، چیزی به نام افتادن یه گوشه، اونم هر ماه یا به صورت یک چرخه تکراری در طول سال، ابداً ندارن و فقط انسان هست که در بین تمام حیوانات، تمام موجودات و تمام پستانداران چنین سیستمی رو داره. از سطح بیولوژیک ما نمیتونیم این قضیه رو بررسی بکنیم و دلیلش رو پیدا بکنیم. پاسخ در جسم انسان نیست، پاسخ در چیزی فراتر از جسم انسان هست. ما میخوایم امروز راجع به این قضیه صحبت بکنیم و ببینیم که در واقع دلیل اصلی این خونریزی ها، دلیل اصلی این درد ها، دلیل اصلی این افت انرژی ها چی هست؟ آیا مربوط به بیولوژیک انسانه؟ آیا اون چیزی که پزشک ها، دانشمندان تأکید دارن که پریود، خونریزی یک پدیده عادی و طبیعی هست، آیا چنین چیزی صحت داره؟ شواهد آماری رو میخوایم بررسی بکنیم و سایر موارد دیگه. اول میخوایم بررسی بکنیم که علت خونریزی توی انسان، توی چرخه قاعدگی دقیقاً چیه. بدن انسان به طور هر ماه احتمال بارداری میده، یعنی یه بدنی که انگار داره ارور میده، یعنی هر ماه چه مرد کنارش باشه، چه مرد کنارش نباشه، چه ازدواج کرده باشه، چه نکرده باشه، چه پارتنر داشته باشه، چه نداشته باشه، بدن به طور اتوماتیک
احتمال اینو میده که ممکنه بارداری صورت بگیره و میره توی پروسه چرخه قاعدگی. تخمک گذاری انجام میشه، تخمدانها شروع میکنن به تخمک گذاری و از اون طرف توی رحم دیواره اندومتر یا همون دیواره رحم شروع میکنه به ضخیم شدن. چرا شروع میکنه به ضخیم شدن؟ چون قراره جنین رو نگهداری کنه دیگه، باید دیوارش ضخیم بشه. اما این چرخه توی یه نقطه به خطا میرسه. چه خطایی؟ خطای این که آقا بارداری وجود ندارد. یه افت پروژسترون ناگهانی صورت میگیره و این سیگنال رو مغز دریافت میکنه، این سیگنال رو بدن دریافت میکنه که بارداری صورت نگرفته. در نتیجه دیواره اندومتر ریزش میکنه، به صورت ناگهانی ریزش میکنه، اونم به صورت خشن. و این ریزش ناگهانی دیواره اندومتر توأم با خونریزی است، توأم با از دست رفتن خون، از دست رفتن آهن و از دست رفتن انرژی. و جالب اینجاست این پروسه به حدی پرهزینه هست برای انسان که از نظر اصل انتخاب طبیعی توی قانون تکامل انسانی یه تناقض هست. چون ما توی بحث تکامل داروینی که میگیم اون چیزی که بیس اصلی تکامل هست، یه چیزی هست به نام انتخاب طبیعی. اون صفت‌هایی که در واقع کم هزینه تر هستن، ایدئال تر هستن، مناسب تر هستن، میمونه، تثبیت میشه و اون ویژگی‌های پرهزینه و در واقع اضافی حذف میشن و اون گونه با اون در واقع صفات و ویژگی‌های کم هزینه تر باقی میمونه. ما اگر به طبیعت نگاه بکنیم میبینیم تو طبیعت همه چی میزونه. یعنی کل این پروسه بارداری و تخمک گذاری اینا همه چیش میزونه. برای اون درصد عظیمی که از حیوانات من صحبتش کردم، 99.9% اون پستاندارانی که راجبش صحبت کردم، اصلا ما چنین چیزی نداریم. تازه راجب اون 0.1% هم ما در واقع چنین چیزی نداریم و راجبش صحبت خواهم کرد. بذار اون توی پرانتز بمونه، بعداً بهش خواهیم پرداخت. و فقط انسان هست که این سیستم پرهزینه رو داره. منظور از پرهزینه یعنی چی؟ یعنی بدن میره توی پروسه دیواره ضخیم میشه و بعد یهویی همه چی میریزه. اون دیواره به طور کامل ریزش میکنه، حجم عظیمی از خون از دست میره، آهن، افت انرژی و و بدن باید سریع بیفته تو فاز ترمیم، تو فاز بازسازی، تو فاز جبران و این هزینه زیادی رو برای بدن طلب میکنه و این یک نقص هست، یک نقص آشکار هست. مثل این میمونه که هر ماه یک دیوار بتونی رو بچینی ببری بالا، بعد یهو کلش ریزش بکنه. هر ماه داره این اتفاق میفته. از طرفی این پروسه ترمیم و بازسازی اندومتر توی اون 0.1% حیواناتی که مثلا راجعش صحبت کردم، مثل شامپانزه ها، بابون ها، خفاش میوه‌خوار، اینا علم میگه اینا چرخه تخمک گذاری ماهانه دارن. اوکی، ما هم میگیم باشه. ولی چیزی به نام خونریزی خشن و اصلا حتی خونریزی، اصلا خونریزی که ندارن. اون یک سری ترشحات خونی، اونم باید با میکروسکوپ بررسی بشه. ابداً چیزی به نام درد ندارن، ابداً چیزی به نام ضعف ندارن و به صورت عادی داره انجام میشه. و اون دیواره اندومتر هم اگر بدن احتمال بده که بارداری صورت نگرفته، دیگه یهویی کل اندومتر نمیریزه، خودش شروع میکنه به بازسازی، بازجذب به صورت نم اون دیواره اندومتر بازجذب بدن میشه، بدون خونریزی نرم بازجذب بدن میشه. میدونی مثل چی؟ مثل خیلی از اندامهای بدن، چون اندامهای بدن ما دیواره دارن دیگه. این دیواره هر از گاهی باید اون دیواره قدیمی از بین بره و دیواره جدید ساخته بشه، بازسازی صورت بگیره. قبلیه بازجذب میشه یا دفع میشه. مثالش آره. مثلا الان اینو گفتی، چیزی که یادم اومد درباره پوست و روده. مثلا چرا ما وقتی خب کل بدن انسان داره خودش رو ترمیم میکنه دیگه، همیشه داره خودش رو ترمیم میکنه، سلولای قدیمی میمیرن، دفع میشن یا جذب میشن، بازجذب میشن و سلولهای جدید جایگزین میشن. مثلا پوست داره این کارو میکنه، سلولای قدیمی پوست، اپیدرم، وقتی میمیرن بازجذب میشن یا دفع میشن، مثلا به صورت شوره یا حالا پوسپوسه خیلی اصلا ما متوجه نمیشیم، خیلی نامرئیه و به جاش سلولای جدید میان جایگزین میشن. توی روده هم که سریع ترین حالت بازسازی رو داره، سلولهای پوششی روده بین 3 تا 5 روز دیگه فکر میکنم.
اونم همین جور سلولای قدیمی میمیرن و بازجذب میشن یا حالا دفن میشن و ما اصلا متوجه نمیشیم که این اتفاق افتاده. نه خونریزی هست، نه دردی هست، نه اینکه تو بری یه گوشه بیفتی همه بهت بگن استراحت کن، نه خلق و خود عوض میشه. اینجوری باشه مثلا ما برای هر اندامی باید خونریزی اتفاق بیفته، ما یه عالم هزینه هم خودمون بکنیم هم بدنمون بکنه، یه گوشه بیفتیم و حتی اخلاق هزینه انرژی دیگه. آره، هم هزینه انرژی، هم مثلا ما برای زنا برای پریودشون علاوه بر اینکه بدنشون داره هزینه میکنه، خودشون هم باید یه هزینه بکنن، یه سریا قرص و دارو و سرم و اینا استفاده میکنن یا همون پدها و نوارای بهداشتی و اینا، همه هزینه است دیگه و بقیه هم باید رعایتشون رو بکنن. و اگه اینطوریه پس چرا برای قسمت‌های دیگه بدن این اتفاق نمیفته؟ چرا در قسمت اندام‌های تناسلی یک زن این اتفاق میفته؟ این نکته‌ای که گفتی فوق‌العاده مهمه. این یه کلیده. چرا ما تو اندام‌های دیگه چنین چیزی نداریم؟ چون اگر اینجوری باشه هر بار پوست ما بخواد در واقع این دیواره اپیدرم بخواد هر بار بازجذب بشه، این دیواره قدیمی بخواد بریزه و این ریزش به صورت ناگهانی باشه و ما یه عالمه خون روی پوستمون از دست بدیم که دیگه نابودیم، با یه گوشه کلا روی تخت بیفتیم، کلا همه جامون سرم بخوره، رو به قبله وایسیم و ترمیم بشیم. خب یعنی کل 24 ساعت ما فقط در حال ترمیم شدن هستیم. آره. حالا ما این پروسه رو داریم که اندام‌های داخلی بدن مثل معده، مثل روده و این چیزا به صورت ناگهانی دچار خونریزی بشن. ولی وقتی این اتفاق میفته اون دیگه میشه اون به عنوان یک بیماری شناسایی میشه، نه به عنوان یک چیز عادی. و جالب اینجاست که ما تو پروسه رحم داریم این خونریزیه رو، این فرو ریختن ناگهانی دیواره رو یه چیز طبیعی و عادی قلمداد میکنیم و اینقدر هم پزشکان روی این قضیه تاکید دارن که یه چیز عادیه، یک چیز اصلا خیلیا که پریود نمیشن حکم مرگ و زندگی داره براشون. یعنی به هر آب و آتیشی میزنن، قرص‌های بارداری و خیلی چیزهای دیگه متوسل میشن، به انواع و اقسام پزشکا و متخصصا رجوع میکنن که آقا یه کاری کن که من این خونم بریزه، دوچار خونریزی بشم تا بفهمم مشکل داریم. اصلا من که خودم توی این ماتریکس زنانه بودم و هنوزم میبینم دیگه دور و برم، اصلا وقتی که زنها پریود نمیشن دوچار ترس، وحشت، یا مثلا فکر میکنه طرف باردار شده، بارداری ناخواسته، نکنه باردار شده باشم، وای من الان نمیخواستم باردار بشم و اینا. حالا اون به کنار، دخترایی که پریود نمیشن اونا به خود فکر میکنن من نقص دارم، من در آینده نمیتونم باردار بشم، من سلامتی مشکل داره، من یه مشکلی دارم و نکنه اجاقم کور شده باشه. آره نکنه اجاقم کور شده باشه. و غیر از اون، علاوه بر این که مثلا از لحاظ بارداری آدم میترسه، از لحاظ این که یه مشکلی تو بدنش وجود داشته باشه، یه بیماری پیش اومده که من این خونریزی وحشتناک رو ندارم، از این لحاظم میترسه، استرس میگیره. یعنی کلا توی ترس و استرسی. و پریود یه چیز طبیعیه با اینکه این همه درد و درد خشونت آمیز، پاکسازی خشونت آمیز، میگم پاکسازی داره میکنه بدن خودشو دیگه. چرا اینقدر خشونت آمیز باید پاکسازی بشه بدن؟ این همه انرژی باید، این همه آهن، این همه خون، این همه خون. دقیقاً مرا به خیر تو امید نیست، شرم رسان. دقیقاً داستان اینجاست. چرا مردها چنین پاکسازی ندارن؟ چرا زنها باید این پاکسازی رو داشته باشن؟ یه نکته هم لازم هست اینجا بگم، اون لایه بنفش رنگی که توی تصویر میبینید همون آندومتره و این آندومتر فقط مختص دوران بارداری نیست، دوران بارداری و قاعدگی نیست، در تمام طول زندگی یک زن از کودکی تا بعد از یائسگی و تا پایان عمر همراهش هست و اگه نباشه ساختار رحم کامل نیست، مثل معده، مثل روده و بخشی ضروری از ساختمان رحم یک زن هست و بدون اون رحم کامل نیست. میدونم شنیدن این صحبت‌ها برای خیلی‌ها شوکه کننده است. یعنی در نگاه اول این برچسب رو ممکنه شخص بزنه، ذهنش ناخودآگاه اینجوری قضاوت بکنه و بگه که آخه مگه میشه؟ قطعاً یه چیز عادیه، قطعاً یه چیز طبیعی هست، چون همه آدم‌ها دارن این اتفاق براشون میفته، هزاران سال داره این اتفاق میفته. خب به این معنی نیست که یه چیزی هزاران سال داره اتفاق میفته یه چیز عادی باشه. ما می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم. از کجا معلوم یک باور جمعی نباشه که پذیرفته شده و افراد به دلیل این ماتریکس جمعی زنانه دارن این اتفاق رو متحمل میشن؟ اصلا ما تو بحث چرخی قاعدگی، خب اون چیزی که چرخی قاعدگی رو معنای واقعی بهش میده
چون چرخه قاعدگی با هدف حاملگی، با هدف بارداری میاد در واقع. بعدن احتمال بارداری میده که میاد این پروسه رو طی میکنه و اون کلید اصلی که ما توی پروسه بارداری بهش نیاز داریم چیه؟ تخمکه. جالب اینجاست توی بعضی از افراد چرخه قاعدگی انجام میشه بدون اینکه تخمکی در کار باشه. یعنی خیلی از دخترهایی که به خصوص در ابتدای در واقع بلوغ خودشون خونریزی‌های شدید یا حالا خونریزی‌های متغیری رو متحمل میشن، اصلا تخمک گذاری توی اونها صورت نمیگیره، فقط خونریزیه. و چه بسا تقریبا همه زنها این اتفاق کم و بیش در طول در واقع سال براشون اتفاق میفته. یعنی خونریزی صورت میگیره، همه زنها این اتفاق کم و بیش براشون اتفاق میفته در طول سال، در طول ماها این اتفاق براشون میفته که خونریزی صورت میگیره ولی تخمک گذاری انجام نمیشه، در صورتی که اون چیز اصلی که ما توی بارداری بهش نیاز داریم تخمکه. من یه چیزی بگم در رابطه با این که آیا کسی هست که پریود بشه و اصلا خونریزی نداشته باشه ولی در عین حال چرخه تخمک گذاری و اینها خیلی عالی داره انجام میشه، تمام این پروسه داره انجام. آیا چنین افرادی هستن؟ این یه سوال. سوال بعدی، آیا کسانی هستن که خونریزی براشون اتفاق میفته اما درد ندارن؟ این یه سوال. سوال بعدی، کسایی که آیا خونریزی براشون اتفاق میفته و اتفاقا خونریزی خیلی کمتری دارن و درد هم اصلا ندارن؟ این سوالاتی هست که باید بهشون پاسخ بدیم و جواب همشون مثبته. یعنی ما هم کسانی رو داریم که پریود میشن و اصلا خونریزی ندارن و دیواره اندومتر به صورت عادی داره بازجذب میشه مثل تمام اندامهای بدن، مثل پوست، مثل اپیدرم پوست، مثل دیواره سلولهای پوششی روده و خیلی از اندامهای دیگه. تخمک گذاری اتفاق میفته، خونریزی ندارن، دیواره اندومتر پریوده داره اتفاق میفته، پریوده بدون خونریزیه، نه تنها بدون خونریزیه، بدون درد هست. خب و این یه گروه و راجع به این گروه بیشتر در انتها صحبت خواهم کرد که این گروه ما کجا میتونیم پیدا بکنیم. دسته دوم کسانی که خونریزی دارن اما درد خاصی ندارن. این یه گروه. گروه بعدی علاوه بر اینکه درد خاصی ندارن، اون خونریزیه هم خونریزی خیلی کمتریه و انگار کنترل شده هست واسه شخص. خود شخص میتونه کنترل بکنه این میزان خون رو. جالب اینجاست توی اواخر قرن 20 2 تا خانوم توی بررسی‌های پزشکی مورد آزمایش قرار گرفتن. 2 تا خانوم مراجعه میکنن به پزشک، یکی 17 ساله هست، یکی 35 ساله و مشکلشون این بود، از این بابت نگران بودن چون شنیده بودن که خونریزی عادی، اگر خونریزی نباشه یعنی یه نقصی وجود داره تو بدن. اومده بودن گفته بودن که مثلا اون دختر 17 ساله گفته بود من آمنوره شدم و آمنوره یعنی این که خونریزی اصلا نداره و به نوعی در واقع میگن که چرخه متوقف شده. بیشتر از 3 ماه در واقع خونریزی صورت نگیره، میگن آمنوره شده، یعنی میگن چرخه مختل شده، چرخه داره انجام نمیشه یا به صورت ناقص داره انجام میشه. یه خانم هم 35 ساله و پزشکان خیلی اومدن روی این افراد آزمایش کردن، دیدن که اصلا هر کاری میکنن، هر دارویی میدن، هر دارویی ضد بارداری میدن، میبینن که اصلا فایده‌ای نداره و به این نتیجه رسیدن که نه اصلا داره پروسه انجام میشه، چرخه داره به طور کامل انجام میشه، فقط اینا خونریزی ندارن. خب یعنی در واقع تخمک گذاری هم انجام میشده، تخمک گذاری انجام میشده، بعدن سالم بوده، فقط خونریزی نداشته. و نکته اینجاست که ما در واقع شاهد مثال عینی توی تاریخ داریم از کسی که اون چرخه تخمک گذاریش داره به طور کامل انجام میشه، اون چیزی که ما به عنوان چرخه پریودی میشناسیم به طور کامل داره انجام میشه ولی مطلقاً بدون خونریزی. و حالا سوال اینجاست، میگه خب این که استثناء دیگه، این طرف مثلا ارثی اینجوری بوده، این مثلا یه دری به تخته خورده اینجوری شده. علم بقیه رو که نگفته، علم بقیه رو که هر کیو بررسی کرده دیدی که همه خونریزی داشتن و این خونریزیه رو ملاک قرار داده همیشه
و اتفاقا اونایی که خونریزی داشتن همیشه چرخشون داشته کامل انجام میشده و اکثر کسایی که خونریزی نداشتن چرخه داشته انجام نمیشده. نکته اینجاست، ببین کسی که سالم هست یعنی کسی که بدنش سالمه، چرخه پریودیش داره انجام میشه، اصلا هیچ بک‌گراند ذهنی از این قضیه نداره و هیچ خونریزی هم نداره، بدن سالمه، همه چیز سالمه، خونریزی هم نداره، کلا با این قضیه مچه میبینه مثلا حامله هم شده یا حامله هم میشه، بارداریش هم صورت میگیره اصلا بدون هیچ گونه خونریزی. خب این فرد که با این قضیهش اوکی هست دلیلی نمیبینه بره به پزشک مراجعه بکنه. به خصوص این قضیه تو خیلی از روستاهای دورافتاده که مثلا از اطلاعات پزشکی و اینجور چیزا به دور هستن، یک سری قبایلی که تفکرات سنتی خودشون رو دارن و آمیخته نیستن با این ماتریکس جمعی، خب یا مثلا اون اقوام، اون قبیله هایی که مدیتیشن محور هستن، چه میدونم تو این سیستم ها در واقع زندگیشون پیش میره، اونا اصلا دلیلی نمیبینن که بدن سالمه، وقتی بدنم سالمه چرا برم به جامعه پزشکی خودمو نشون بدم؟ و وقتی جامعه پزشکی هم اینها رو به صورت آشکار نمیبینه، اونها رو توی نمونه برداری های خودش ثبت نمیکنه. اصلا چرا علم و طرفداران علم باید حرفای من و تو رو تایید کنن؟ با چه انگیزه‌ای؟ صنعت تولید نوار بهداشتی یه صنعت میلیارد دلاریه. معلومه یه همچین نظریه‌ای، یه همچین دیدگاهی به این معنی هست که باید این صنعت رو نادیده بگیری. پس با مقاومت همراهه. علم مقاومت میکنه. ولی بالاخره از یه جایی به بعد این مقاومت میتونه شکسته بشه. پس با توجه به این چیزایی که الان گفتیم ما اینو میفهمیم اگه ما اینا رو نمیبینیم دلیل بر این نیست که وجود ندارن، توی دایره دید ما نیستن و ما داریم فقط یه سری آدم ها و نمونه هایی رو میبینیم که خودشون رفتن آزمایش کردن و یعنی جامعه آماری ما محدوده تو این زمینه. ما فقط اونایی که نقص هستن رو بررسی کردیم و اون نقص ها رو طبیعی دونستیم. و این دلیل نمیشه که وقتی فقط تو یه سریا رو میبینی یا ازشون میشنوی جامعه فقط همین آدما هستن. یه نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که علم، چون علم همیشه میگه آقا هر چیزی که تکرار پذیر باشه، قانون محور باشه، اون میشه یک در واقع پدیده علمی. ولی داستان اینجاست که علم همیشه با استثناء روبروه. همیشه استثناء براش وجود و هر چی استثناء براش به وجود میاد بگه این جهش ژنتیکیه، این بحث ژنه، این بحث مثلا استثناءه. ولی نمیگه که آقا این استثناء چرا با این قواعد و فرمولای علمی تو جواب داده نمیشه؟ تو که میگی من در واقع علم هستم، تو که میگی علم یه سیستمی هست، یک فرمول تکرار پذیری هست که همیشه جواب پس میده، مثل یه سیبی که ول بکنی میفته قشنگ رو زمین. خب چرا توی یک سری از چیزها جواب تو تأمین پذیر نیست و براش از واژه استثناء استفاده میکنی، از واژه جهش استفاده میکنی؟ شاید علم در جواب بهم بگه که آره یه جای کره زمین مثل مثلث برمودا سیب رها میکنی با شدت خیلی زیادی میره، یه جا کمتر، یه جا. خب این که همون فرمول علمیه. تو ما که تو این قضیه ما استثنایی نداریم، یه چیز علمیه که کاملا قابل، یه جاهایی از زمین در واقع چه میدونم جاذبهش قوی تره، یه جاهایی جاذبهش ضعیف تره، ولی یه جایی از زمین نیست که کلا جاذبه نداشته باشه. ما داریم راجع به این صحبت میکنیم. ولی تو داری استثناء میگی اون کسی که مثلا خونریزی نداره و همه چیزش سالمه این استثناء هست. از کجا معلوم این درسته نباشه و بقیه به دلیل مشکلاتی که توی اون کدنویسی های روانیشون هست دارن این بلا رو متحمل میشن؟ میدونی چی میگم؟ از کجا معلوم اون در واقع نقصه نباشه؟ اون چیزی که همه مردم باهاش درگیر هستن، اون مشکل از کجا معلوم نیست؟ یه چیزی هم که الان گفتی یادم اومد، این که خب ما توی علم معمولا علم وقتی یه چیزی رو بارها و بارها مشاهده میکنه و تکرار میشه، بعد نتیجه میگیره که این درسته. مثل همین قانون جاذبه زمین که گفتی همه جا هست و حالا یه جا جاذبه کمتره، یه جا جاذبه بیشتره، ولی برای همه توجیه پذیره. اینجوری نیست که مثلا استثناء باشه. ولی توی این زمینه اینجوری نیست که تو بتونی مثلا اینو تعمیم بدی به همه آدما پریود بشن، همه زنا پریود بشن. ما استثناءایی با توجه به این نمونه‌ای که گفتی استثناءایی داریم که اصلا پریود نمیشن یا اصلا درد ندارن، خونریزی ندارن.
اگه مثلا داستان اینه که این مسئله درسته، این پریود درسته، چرا برای همه نیست؟ چرا نمیشه تعمیمش داد؟ اگه علمیه درسته چرا نمیشه تعمیمش داد به همه؟ باید برای همه به صورت یکسان باشه دیگه، مثل همون قانون جاذبه زمین. این یه بحث از کسایی که کامل پریود میشن، یعنی این کاملا امکانش توی علم ثبت شده. بله چنین چیزی امکان دارد که شخص پریود بشه، یعنی پروسه کامل انجام بشه، ولی بدون هیچ گونه خونریزی، بدون درد، بدون افت انرژی. آیا چنین امکانی در علم ثبت شده است؟ بله چنین امکانی در علم ثبت شده است، ولی علم بهش چی میگه؟ میگه این استثناء. اینا ممکنه وجود داشته باشن ولی اینها استثناء هستن. خب این نکته. حالا بریم موارد دیگر رو بررسی کنیم. کسی که خونریزی براش صورت میگیره ولی دردش خیلی کمتر یا درد نداره، و کسی که خونریزی براش صورت میگیره و درد خیلی زیادی داره. شواهد نشون میده که اون افرادی که درد محور هستن به محض متحمل شدن یک شرایط روانی ناگوار دردشون شدیدتر میشه، خونریزیشون شدیدتر میشه. و افراد میتونن این قضیه رو تجربه بکنن که زمانی که به هر دلیلی احساس آرامش بیشتر رو تجربه میکنن، به مراتب بدن ملایمتر میشه، اون شدت به مراتب ملایمتر میشه. حالا اگه کامل کنید توی همین نمونه‌ای که گفتی، من یه عالمه مثال دارم اصلا خودمون و از آدم‌هایی که دیدم، حالا اونایی که شرایط روانیشون استرس بیشتری دارن، احساس قربانی شدن و احساس قربانی شدن و ضعف بیشتری دارن نسبت به زنانگی خودشون، این درد توی اونا بیشتره. اصلا من خیلی دور و برم همچین آدمایی دیدم و خودم هم جزشون بودم و دیدم وقتی که به آرامش ذهنی بیشتر رسیدم، در کنار این آرامش احساس قربانی شدنم، در کنار این آرامش باید به یک نکته خیلی مهمی هم مطرح کنیم که اونم خروج از ماتریکس زنانگی هست که در ادامه قرار راجع به صحبت کنیم. آفرین، حالا اونو هنوز بهش نرسیدیم. خروج از این ماتریکس زنانگی، احساس ضعف، احساس قربانی شدنه و احساس قدرت کردنه باعث شده که این درد خیلی کمتر بشه، خونریزی خیلی کمتر بشه و اصلا هیچ فرقی با بقیه زمانهای زندگی تو احساس نمی کنی. نه تنها از کار و زندگی نمیافتی، احساس میکنی مثل همیشه هیچ فرقی نداری. نه اینکه یه بازه زمانی هست که تو الان مثلا برنامه ریزی کنی، الان پریودم، الان باید کمتر فعالیت کنم، الان این کارا رو نمیتونم انجام بدم، باید یه گوشه بیفتم. آره، یه عالم خودت رو محدود کنی به خاطر یه پروسه‌ای که دست خودت نیست و اجباریه که از طریق ماتریکس جمعی به تو تحمیل شده، ماتریکس زنانه جمعی به تو تحمیل شده. من اینو تجربه کردم و دیدم آدم‌هایی که این ضعف رو داشتن هر چقدر احساس توی ماتریکس زنانه بیشتر گیر کردن، احساس قربانی شدن بیشتر بوده، احساس ضعف بیشتر بوده. دیدم به کرات دیدم که این درده بیشتر شده. آره اصلا از بچگی شاهد اینا بودم. اصلا حالا میخوای اینجا صحبت کنیم یا بعداً درباره این داستان صحبت کنیم؟ اصلا خیلی از زنها به حدی این درد زیاد میشه، به حدی این شرایط تحمل ناپذیر میشه که به انواع و اقسام شرایط دارویی و پزشکی مراجعه میکنن، حتی میرن زیر سرم، انواع و اقسام مسکن‌ها از ژلوفن بگیر و تا خیلی چیزهای دیگه. بذار بریم سراغ اصل مطلب. من مطمئنم اگر کسی به این قضایا فکر بکنه و خودش رو دوست داشته باشه، به دنبال حقیقت باشه، نه به دنبال کورانه تبعیت کردن، به دنبال تدبر باشه، در اعماق وجودش تایید خواهد کرد که این خونریزی و این درد یک چیز عادی نیست. چرا باید فقط انسان متحمل این درد، این افت انرژی، این از کار افتادگی، این ضعف و حتی این حجم از خونریزی بشه؟ چرا فقط باید انسان این اتفاق براش بیفته؟
اصلا کاری به موجودات دیگه نداریم، اصلا بیا فقط راجع به انسان صحبت کنیم. این کجای عدالت هست، عدالت آفرینش، که مرد هرگز چنین سیستمی رو در بدن خودش تجربه نخواهد کرد، ولی زن باید تحمل کنه، متحمل بشه. و چرا هم باید توی اندام جنسیش این اتفاق بیفته؟ اینجا ما باید با یک مفهومی آشنا بشیم به نام ماتریکس زنانگی. یک ماتریکس جمعی هست که از هزاران سال پیش نسل به نسل، دهان به دهان، از مادر به فرزند، از اطرافیان به اون دختر انتقال داده شده تا رسیده به الان. زنها در طول تاریخ، یعنی زمانی که انسان تمام قدرت رو در فیزیک خودش خلاصه کرد، یعنی تمام هویت خودش رو در جسم دید، در قدرت بازوها، در قدرت عضلات خودش دید، اومد جنسیت رو تفکیک کرد، گفت زن چون عضلات کمتری داره، چون استخوانبندی لطیفتری داره، جزو جنس ضعیف محسوب میشه و مرد جنس برتره، جنس قویه توی جنگ ها، توی شکار و تو خیلی چیزهای دیگه. ولی زن به حاشیه رونده شد. خب و زن این رو پذیرفت، این در حاشیه بودن رو پذیرفت. یعنی زن و مردی که در ابتدا همپای هم بودن، یکی بودن، اما از جای به بعد این شکاف به وجود میاد و زنها رفته رفته به حاشیه رونده میشن و بی اهمیت میشن. بذار این قضیه رو توضیح بدم، چون این قضیه اگر یک کلمش جابجا بشه ممکنه در واقع از سررشته خارج بشه، از اون زنجیرش خارج بشه. زن به حاشیه رونده میشه، زن حق اظهار نظر نداره. از هزاران سال پیش اینطوری بوده و زن به عنوان یک ابزار جنسی، یک دستگاه تولید فرزند شناخته می شده و حتی بعضی از قوم و قبیله ها به حدی این خشونت در اونها زیاد بود و این خشونت همراه با تقدس گره خورده بود. اون زن یک بارداری رو متحمل میشه، وقتی بچه به دنیا میاد، وقتی بچه رو زایمان میکنه، مرد اون بچه رو میبره برای بت‌ها یا برای خدایان طبیعت قربانی میکنه، یا توی مراسم خودشون خلاصه اون فرزند رو قربانی میکنن. حساب بزن چقدر برای یک مادر دردناک هست که این بچه‌ای که 9 ماه خلاصه داره تو شکمش بزرگ میشه، رشد میکنه و وقتی به دنیا میاد قرار هست کشته بشه. هیچ اختیاری هم نداره برای بچه‌ش. و حساب بزن این زن زمانی که این بچه قرار هست به دنیا بیاد، اون در واقع هورمون هایی که قرار هست باعث بشن جداره واژن به طور کامل منبسط بشه و بچه به صورت زایمان طبیعی بیاد بیرون، این ترس های این زن، این استرس های این زن باعث قفل شدن این سیستم میشن. یعنی اجازه نمیدن که این جداره رحم به طور کامل باز بشه و این جنین بیاد بیرون، این کودک بیاد بیرون. و حتی خیلی از زنها به همین دلیل میمردن توی زایمان. یعنی در طبیعت اصلا ما چنین مرگ و میرهایی رو تقریبا نداریم در طبیعت، نه در باغ وحش‌ها، نه در حیواناتی که زیر نظر باغ وحش هستن، زیر نظر محیط‌های استرس‌زا دارن زایمان میکنن. اونا رو ما کار نداریم، داریم راجع به چیزایی صحبت میکنیم که تو طبیعت هستن، تو جنگل آزاد. آره. و زایمان ها توأم با درد میشه. زنها احساس قربانی شدن میکنن، یک سری چیزهایی به عنوان ماتریکس زنانگی پذیرفته میشه. زنها یک سری ایدئال هایی بهشون تحمیل میشه، از جمله اینکه بدن باید بیمو باشه یا یک مدل خاصی داشته باشه، صورت فیس باید یک مدل خاصی داشته باشه، اندام یک مدل خاصی داشته باشه و ما در واقع بردگانی هستیم که برای تأمین نیاز مردان و پذیرفته شدن در جامعه باید اینجوری باشیم، اینجوری رفتار بکنیم که پذیرفته بشیم. در غیر این صورت آره طبیعیه که برای این زن که تا این حد توی این ماتریکس ضعف محور، توی این حس قربانی شدن غرق هست، توی سیستم جنسیش
دچار اختلال بشه. دارم میگم سیستم جنسی. چرا؟ چون این سیستم جنسی هست که داره تفاوت این در واقع زن و مرد و این معیار زنانگی رو تحمیل میکنه. چون زن چه چیزی رو، چه عاملی رو به عنوان زنانگی خودش میشناسه؟ این سیستم جنسی. یعنی حتی توی پریود پستانهای زن هم درگیر میشن. کل این سیستم جنسی داره درگیر میشه. بدن داره حرف میزنه باهات. از یک اختلال روانی، از یک اختلال هویتی داره صحبت میکنه که یه چیزی سر جاش نیست و این زنگ هشدار، این نشانه همون ماتریکس هست که در ذهن تو به صورت اشتباه پذیرفته شده. خب و طبیعت هم از اون طرف داره با ما حرف میزنه. طبیعت هم دارن به ما همین پیام رو میدن. ولی علمی که صرفاً تا نوک بینی رو میبینه شروع میکنه به توجیه کردن. آره، علمی که روان انسان رو هرگز پویش نمیکنه، چون روان انسان پدیده ای نیست که به طور کامل اسپسیفیک باشه، به طور کامل قابل لمس باشه، به طور کامل قابل اندازه‌گیری و بردن روی نمودار باشه. خود روان رو به طور خالص نمیتونه اندازه‌گیری بکنه و به خاطر همینه که همیشه شواهدش توأم با هر چی که مثلا از اون فرمول ها و از اون قواعد و از اون الگوها تبعیت نکنن برچسب استثناء میخوره. مثلا یه سرطانی که یهو خوب یه کسی که سرطان بدخیم داره و جوابش کردن، اون طرف میره تو خونه و یه عالمه روی روانش کار میکنه، اصلا کلا تسلیم میشه، چه میدونم حسشو خوب میکنه، چه میدونم. آره، اون که شفا بهش میگن معجزه. دلیل علمی براش نخواهند داشت و خیلی راحت و بی تفاوت ازش میگذرن و میرن به ادامه داستان میپردازن، به ادامه موارد دیگه میپردازن. و این اتفاق فقط مخصوص اون دوران از هزاران سال پیش نیست، نسل به نسل گشته، حتی تا همین قرن 20، حتی تا همین اواخر قرن 20 توی آزمایشگاه‌ها، توی نمونه‌های علمی که از بدن انسان در واقع برای بررسی کردن هورمون‌ها، برای بررسی کردن ترشحات، برای بررسی کردن خیلی چیزها صورت می‌گرفت، رو بدن مرد بود. بدن زنها توی این آزمایشات شرکت نمی‌کردن، وارد نمی‌شدن. از یه جای به بعد وارد شدن. یعنی تا همین مثلا چند دهه اخیر افراد خودشون به عینه میتونن ببینن که زنها اصلا چقدر جایگاهشون توی اجتماع در حاشیه بود. الانه که دارن میبینن که زنها حالا مثلا یه عالمه راننده زن داریم، مثلا قبلا اصلا اینجوری نبود، ما راننده زن نداشتیم. زنها وقتی میخواستن بنده خدا راننده بشن خیلی هم اینا رو مسخره میکردن، میگفتن اوه این ببین واسه خودش اومده راننده شده، آره برو مثلا باید ماشین لباسشویی تو روشن کنی و نمیدونم از این صحبت ها. الانه که میبینیم چقدر زن توی اجتماع هست، چقدر زن راننده هست، چقدر زن داره تو مثلا اسنپ و تو خیلی جاهای دیگه داره کار میکنه و خیلی هم رانندگیشون حرفه‌ای هست. خیلی چه بسا از خیلی از مردها هم حرفه‌ای تر دارن رانندگی میکنن. آره بذارین ماتریکس رو بگم، این نقطه‌شو بذارم و ادامه‌ش رو میسپارم به تو. این همون نقطه‌ای هست که در واقع باعث ایجاد این چیزی میشه که ما به عنوان پریود، به عنوان چرخه قاعدگی میشناسیمش. یعنی ما دلیل خونریزی ها رو، دلیل این درد ها رو باید تو این ماتریکس زنانه جستجو کنیم و هر کسی که توی این ماتریکس نباشه، حالا یا ناآگاهانه به دلیل اطرافیانش یا آگاهانه خودش رو از این ماتریکس ضعف محور زنانه، از این ماتریکس زنانگی که براش تعریف شده که من به عنوان زن باید این معیارها رو رعایت کنم تا در جامعه، چه جامعه زنان و چه در جامعه مردان پذیرفته بشم، اگر کسی خودش رو از این ماتریکس خارج بکنه و نپذیره و از طرفی نپذیره که این خونریزی طبیعی نیست، عادی نیست، عادیش چیز دیگه ای هست، یک دنیای دیگه ای رو تجربه خواهد کرد. آره خیلی عالی گفت. از این ماتریکس دوستان صحبت کنیم. زنایی که مثلا میرن از این ماتریکس بخوام صحبت کنم، اصلا خب من خیلی ها رو دیدم از همون بچگی. اولا بخوام راجع به داستان پریود و قاعدگی و اینجور چیزا بگم، اصلا کلا ما رو آماده میکردن.
اصلا کلا ما رو آماده میکردن از قبل، هم مدرسه هم خانواده، که قرار پریود بشی، قرار خونریزی داشته باشی، طبیعیه توی این مدت مثلا ممکنه کمبود آهن بگیرین و باید این قرصا رو بخورین، این داروها رو بخورین که خونریزی جبران بشه، استراحت باید بکنین، ممکنه خلق و خوتون عوض بشه، یا حتی مادرها به بچه‌ها میگن، اونا رو آماده میکنن و اصلا یه افتخار میدونن این رو. مثلا من یادمه یه جوری صحبت میکردن که این نشونه بلوغ دختره، نشونه بزرگ شدنشه و تو باید افتخار کنی. و اصلا یه شعری هم میخوندن، یه سری شعرها میخوندن راجع به این که تو دیگه شعرشو یادم نیست، ولی مثلا صورتو اینجوری یه سیلی کوچولو میزنن، میگم مبارکت باشه، تبریک میگم، بزرگتر شدی، خانوم شدی و اینا. و اصلا اینو وقتی اتفاق میافتاد ما احساس افتخار میکردیم و این شنیدن ها و دیدن ها که از نسل به نسل، از مادران به بچه ها، از بچه ها به بچه های دیگه منتقل میشد، باعث میشد که ما اصلا منتظر باشیم. به قول معروف اصل انتظار رو در ما فعال میکرد که ما باید پریود بشیم و این یه چیز طبیعیه و اگه نشیم نقصه و اگه زودتر بشیم یعنی ما بزرگ شدیم، ما زودتر بزرگ شدیم و ارزشمندتریم. و این حالا من میدیدم بین دوستام یه سریا، اصلا من یادم دخترهایی که 11 سالگی پریود میشدن، یعنی بچه توی 11 سالگی که باید بره بازی کنه، شادی کنه، آفرین، نه شریک جنسی هست و طبق همون چیزایی که گفتیم اون اوایلی که پریود میشه هم تخمک گذاری شکل نمیگیره که بچه تازه پریود شده، فقط خونریزیه. ولی باید این خونریزیه هست، این درده هست، اون موقعی که بچه 11 سالشه تازه باید بره تو کوچه بازی کنه، با دوستاش بگه، بخنده، باید یه گوشه بیفته، درد رو تحمل کنه، ضعف رو تحمل کنه و بعد خودشو مقایسه میکنه دیگه با دخترای دیگه که نشدن هیچی، با اون پسرها، و همین به آدم احساس ضعف میده. اصلا خیلی از دخترها رو من دیدم و شنیدم که اصلا بدشون میومده، مخصوصا دخترای نوجوان، از اندام زنانشون بدشون میومده که داره رشد میکنه و نمیذاره من آزاد باشم و طرف خجالت میکشه از نمیخوان مثلا اندامشون رشد آفرین نمیخوان رشد بکنه و خجالت میکشن و اتفاقا بقیه هم میکوبن تو سرشون، تو داری رشد میکنی، به بلوغ میرسی، دیگه نباید شیطنت کنی، دیگه بزرگ شدی یا با پسرا فرق میکنی. همه اینا باعث میشه که ما توی این ماتریکس زنانه بیشتر گیر کنیم، احساس ضعف بیشتری کنیم، احساس قربانی شدن، احساس تبعیض. من چرا نباید مثل اون پسر آزاد باشم، بتونم راحت بازی کنم، دوچرخه سواری کنم، اصلا یه هفته نیفتم یه گوشه درد داشته باشم و منو از حالا مخصوصا تو دوران نوجوانی همون من یه گوشه بیفتم از بازی کردن و بچه، مخصوصا دخترایی که خیلی زود پریود میشن، 11 سال 12 سال و این حدودا که خیلی دیرتر پریود میشه، اصلا همینا هم باید نگاه کنیم. آفرین، بعضیا دیرتر میشه مثلا آره، ولی مثلا هر چی دیرتر بشه میگن فقط در جواب چی میگه این مثلا استثناء، یا حالا استثناء نه، میگن این مثلا یه سری هم میگن مشکل داره باید زودتر بشه. اینم شنیدم مثلا تو باید زودتر بشی و طرف میترسه. آره و همین دیدن تفاوت هایی که بین دختر و پسر از اون موقع تو داری میبینی، اینکه اطرافیانت هم بهت میگن رعایت کن، تو دیگه داری به بلوغ میرسی، تو فرق میکنی، دختر خوب این کارا رو نمیکنه، یا همه این چیزایی که میگن باعث میشه که ما بیشتر این ماتریکس زنانه رو بپذیریم. نه اینکه حالا اونا مشکل دارن، اونا هم خودشون درگیر این ماتریکس بودن، نه اینکه حالا نسبت به اونا خشم بگیریم. مثلا این آرایش کردنه، این پروسه زیبایی که واسه دخترها هست حکم مرگ و زندگی رو داره. یعنی اصلا این ماتریکس زنانه اینقدر قوی هست، به خصوص تو جامعه ایران، تو جوامعی که درگیر یه سری چیزهای خیلی محکم هستن، یک فرهنگی که تو این قضیه خیلی محکم هست و زن کاملا یک جایگاه محافظت گونه‌ای داره. حالا نمیخوام خیلی برم تو فضای در واقع تفاوت‌های فرهنگی، بالاخره همه جای جهان کم و بیش این داستان هست. ما هیچ جامعه، هیچ فرهنگی رو نداریم که این ماتریکس زنانه توش صفر باشه. یک جامعه ایدئال هست که ما بتونیم یه کاری بکنیم که یک زن درگیر این ماتریکس ضعف محور زنانگی نباشه.
خیلی ها مثلا ما داریم تو همین ایران افراد میان چیکار میکنن، خیلی زنا میان خودشون مثلا میگن مردا، مثلا جوک میسازن میگن مردا توی این در واقع داستان ریاکشنشون اینجوریه دنیا رو آب ببره یارو رو خواب میبره، ولی ما زنا مثلا این همه باید مصیبت بکشیم، این همه باید بلا بکشیم، مردا اینجوری هم. یه عالمه کلیپ ساخته میشه، کلیپ‌های طنز ساخته میشه که مردها رو با زنها، دخترها رو با پسرها مقایسه میکنن که پسرها توی مواجهه با این فرایند اینجوری اینقدر بیخیالن، اینقدر راحتن، ولی زنها اینجوری نیستن. حالا اینو گفتی و یه چیزی هم آره یه چیزی هم که یادم اومد، اولا که الان داره بهتر میشه، به قول خودت که گفتی الان مثلا ما نه تنها زنهای راننده برای ماشین داریم، ما خیلی دخترها رو میبینیم تو خیابونا که موتور میشینن و 2 تا برادرشون یا همسرشون هم پشتشون حالا مینشونن و خودشون موتور سواری میکنن. مثلا من دختره رو دیده بودم مادرشو پشت نشونده بود داشت موتور سواری. الان خیلی کم دخترها دارن هویت خودشونو پس میگیرن و احساس قدرت میکنن، ولی نه به طور کامل. آره همینو میخواستم بگم. ولی اگه آگاهی نباشه میشه کسایی مثل زنهایی که خودشون رو فمینیسم میدونن و احساس خشم دارن نسبت به جامعه مردها و همیشه با خشمی صحبت میکنن و فقط طرفدار حقوق زنها هستن. خوبه طرفدار حقوق زن، ولی درونت خشمه، تو داری جنگ میکنی، مقاومت داری هنوز. جدای از خشم توی این سیستم فمینیستی اون ضعف در لایه‌های زیرین پنهان شده، یعنی طرف همچنان این ضعف رو داره با خودش، این ضعف زنانگی رو همچنان داره با خودش حمل میکنه به زور. فقط این اصلا این خشم همیشه زیرش یه ضعفی هست. این خشم یک سپر دفاعی است که میخواد اون ضعف رو نشون نده، هم به خودش نمیخواد نشون بده، یعنی هم خودش نمیخواد به اون ضعف اعتراف کنه، هم میخواد این ضعف رو به دیگران هم نشون نده. یعنی هدف این نیست که ما بیایم داد و بیداد کنیم، قلدری کنیم و بیایم حقمون رو پس بگیریم. تو این کارم بکنی، اما اگر در اعماق وجودت این ضعف رو همچنان در لایه‌های زیرین روانت حمل بکنی، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ تفاوتی نمیکنه. فقط بیشتر یه عالمه سم تو بدنت از هورمون‌های سمپاتیکی مثل نورآدرنالین، مثل کورتیزول و این چیزها رو داری در خودت تولید میکنی. آره و من خیلی از اینها رو هم که دیدم همیشه با خشم صحبت میکنن، مثلا من توی بازه طولانی دیدم یه خشم فروکش نمیکنه، بالاخره نتیجه رو تو نمیگیری، تو دنبال این هستی که حق تو پس بگیری دیگه از جامعه، ولی چرا این خشم علاوه بر این که تو بدنت داره سم تولید میکنه باعث نمیشه تو نتیجه بگیری و جامعه به نفع تو تغییر کنه؟ چند سال پیش خیلی هم حالا اینی که میگم شاید 2-3 سال پیش بود، من کلینیک پوست میرفتم برای حالا این کلینیک پوستی که ما میرفتیم دخترها می اومدن، همه دختر بودن دیگه اکثرا، می اومدن برای زیبایی پوست و حالا کارهایی که انجام میشد اونجا میکرو نیدلینگ و لیزر و اینا برای حالا رفع جوش و زیباتر شدن پوست و اینا. و این کاری که با دستگاه میکردن، حالا لیزر میکردن پوستو یا حالا میکرو نیدلینگ و از این کارا میکردن، یه سری سوزن‌هایی وارد پوست میشه و خیلی دردناکه. و من خیلی دخترها رو میدیدم وقتی میرفتن زیر دستگاه و حالا میخواستن پوستشون رو پاکسازی کنن، لیزر کنن و حالا اون جوشا از بین بره و اون جوشایی که حالا به خاطر استرس و حالا هر چیزی که هست از بین بره، خیلی دخترها رو میدیدم که خودش اومده بود، دختره خودش اومده بود اونجا برای اینکه درمان بشه، پوستش زیباتر بشه، طبق معیارهای جامعه بشه، زیباتر بشه. بعد که میرفت اون زیر اینقدر گریه میکردن، خیلی ها دیدم گریه میکرد، جیغ میزد چرا باید پوست من اینجوری باشه که بیام اینم هزینه کنم درد بکشم. بعد یه جوری به اون زنه که داشت این کارو میکرد میگفت که تو رو خدا انگار این زنه داره به جلاده، آره آفرین، و داره اینو میکشه و اینم یه قربانی هست که اونجا افتاده و دیگه کاری نمیتونه بکنه و میگه تو رو خدا درد داره. بعد آدم فکر میکنه که اینو به زور آوردن اینجا. و من حالا آدمی بودم که روی ذهنیتم تا حد زیادی کار کرده بودم، حالا بماند که بعدم فهمیدم که نیازی هم نیست به این تقلاها برای اینکه تو پوستتو زیباتر کنی. ولی اون دورانی که من اونجا میرفتم،
حالا من چون روی ذهنیت قدرت و اینا کار میکردم، من این دردو خیلی کمتر، به اصطلاح به من میگفتن تو چجوری مثلا دردتو زیاد حس نمی‌کنی، من میگفتم که آستان دردم، نمیتونستم زیاد توضیح بدم، آستان دردم رفته بالاتر یا راحت دردم نمیاد. جواب محافظه‌کارانه. آره بعد اتفاقا خود اون کسایی که داشتن این کار رو انجام میدادن به من میگفتن دمت گرم دختر، تو چقدر قوی هستی، و خودشون هم تعجب میکردن و من از اون دخترها تعجب میکردم که بنده خدا، میگم خودت اومدی هزینه کردی میخوای زیباتر بشی، پس چرا اینقدر احساس قربانی شدن داری؟ چرا این بنده خدایی که داره صورتتو درست میکنه، حالا لیزر میکنه و اینا، چرا اونو مثل جلاد میبینی و گریه میکنی و اصلا تمام اون ضعف و احساس قربانی شدن ها میومد بالا؟ طرف خودشو بدبخت میدید، چرا من باید این کارو بکنم، چرا من باید این بلا سرم بیاد؟ و اینم یه ماتریکس زنانه بود دیگه، که مثل این پریوده تو داری یه دردی رو تحمل میکنی. در واقع پریود جزئی از اونه، یعنی آره. اینجوری نیست که اینا دو تا چیز جداگانه باشن. اصلا صحبت اینجاست. اتفاقا اون زنها و اون دخترهایی که بیشتر از همه خشمگین میشن، بیشتر از همه لحن اعتراضگونه دارن، اونا بیشتر از همه این ضعف رو دارن تو خودشون حمل میکنن. یعنی چرا میگم بیشتر؟ به خاطر اینکه این ضعفه که آلردی تو بدنت هست، تو به جای اینکه این زخمه رو التیام بدی، تو داری باهاش میجنگی. چرا میجنگی؟ این خشم نشون دهنده اینه که بخشی از بدنت داره به ضعف اعتراف میکنه، بخشی از وجودت داره در واقع داره میجنگه با این بی‌عدالتی، داره میجنگه با این تبعیض جنسیتی و تنابکشی که بین اینها صورت میگیره باعث میشه که تو درد بیشتر، رنج بیشتر، خونریزی بیشتر، اینا رو بیشتر متحمل بشی. اتفاقا نشونه این که یک کسی داره خودش رو واقعا التیام میده در میزان آرامشش دیده میشه، در میزان این دیده میشه که از همه نظر یکسان بودن هویت بدنی و روانی خودش با جنس مرد رو کاملا در تار و پود وجودش پذیرفته. این قضیه رو نیازی به جار زدن، نیازی به فریاد زدن نداره، تو تمام وجودش به این قضیه واقف هست. تفاوتی بین خودش و یک مرد نمیدونه. همونطوری که یک مرد میتونه بدوه در تمام روزهای سال، در تمام روزهای ماه حرکت کنه، تحرک کنه، کار کنه، فعالیت کنه، تفریح کنه، من هم به عنوان یک زن میتونم. اما خیلی زنهایی داریم که اینجوری هستن، هیچ فرقی با مرد ندارن و آفرین، نه با کلام. دقیقاً. و ما خودمون بابا تجربه کردیم که وقتی مثلا حالا مدیتیشن یکی از کارهایی، آره من خودم و حالا کسایی که دیدم و خودم خودم اینقدر تجربه کردم که وقتی تو مدیتیشن میکنی از نظر ذهنی خودتو یکی میبینی. یعنی مثلا من خودم رو اینجوری نمیبینم که آقا من بدنم ضعیفه و مثلا من به واسطه اینکه بدن کوچیکتری دارم نسبت به یک مرد، حالا مرد بدنش بازوهاش گنده تره، هیکلش گنده تره، مگه همه چی فقط فیزیک توه؟ چرا هویتتو گره زدی به فیزیکت؟ خیلی از زنها الان بازوهاشون از زنها بزرگتره. حالا جدای از اینکه تو فقط فیزیکت نیستی، این همه آدم داریم که به واسطه هوششون موفقیت بیشتری دارن از آدم‌هایی که صرفا فقط یه فیزیک و زور بازو دارن. وقتی که احساس میکنی هیچ فرقی با مرد نداری، از لحاظ خودت رو گره نمیزنی به فیزیکت، به هویتت، که من اینو خودم تجربه کردم، و احساس میکنی کاملی، نقصی نداری. من یه چیزی بگم میان کلمات راجع به فیزیک صحبت کردیم. من یه چیزی راجع به فیزیک بگم. این که خیلی از آدما به فیزیک خودشون مینازن. یه مثال میزنم از کسایی که بدن سازن، یه عالمه هیکل خودشون روشون کار، یه عمر طرف رو هیکل خودش میلیون‌ها تومان هزینه کرده، بیش از 100 میلیون ماهانه هزینه بدنش میکنه، در نهایت 2 تا مرد عادی حریفشن. آره راست. یعنی به چیه این فیزیک داری مینازی؟ تهش اینه که 2 تا مرد عادی که اصلا ورزش نکردن، باشگاه نرفتن، تو رو حریفن. حتی زنهایی دیدیم که اصلا زنه یه جوری به هیکلشو گنده کرده به واسطه همین باشگاه بدنسازی، هیچ فرقی با مرد نداره. ما از این زنها هم کم نداریم. و مثال زنای ورزشکارم که داریم، مثلا یه سری زنها هستن تا حد قهرمانی میرن بالا، مخصوصا زنایی که دیگه خیلی ورزش میکنن تا اون اوجش میرن،
نمونه‌هایی هستن که مثلا چون ذهنیت روی قهرمانی بوده و خیلی روی خودش کار کرده، ذهنیت یه قهرمانو داره و عملاً توی اون ذهنیت فرقی با مرد احساس نمی‌کنه. دیگه به واسطه اینکه روی خودش کار کرده دیگه می‌بینه من هیچ فرقی با مرد ندارم، اون هم پریودش کمتر میشه، اون هم دردش کمتر میشه، نمونه‌های متوقف هم میشه یا آمنوره میشه، اصلا کلا متوقف میشه دیگه اون درد و خون و بدنش هم سالمه ها. مثلا بررسیایی که نمونه‌ای که هست، نمونه‌ای وجود داره که طرف ورزشکارهای زنی که مخصوصا حالا بعضیا ممکنه بگن که ما هم ورزش میکنیم، ولی اونایی که ذهنیت تغییر کرده، ذهنیت روی قهرمانی، مخصوصا اونایی که تا حد قهرمانی رفتن، وقتی هیچ فرقی بین خودش و یه مرد نمیبینه، درده کم میشه، پریوده کم میشه، یا به قول خودت متوقف میشه و اصلا بدنشون رو هم یه سریا رو بررسی کردن دیدن که اصلا مشکلی نداره، بدنش کاملا سالمه. راجع به ورزش صحبت کردی، چیز خیلی جالبی هست ولی اینو باید با دقت بررسی کرد، چون خیلی از افراد ممکنه این تیکه حرف ما رو بشنون و همین رو در واقع چی میگن علم عثمان کنن. در زنها و دخترهای ورزشکار، اونهایی که دیگه توی فضای قهرمانی هستن، نه کسی که الزاما ورزش میکنه، کسی که توی از نظر منتالی تو مقام قهرمانی هست یا خودش رو تو مقام قهرمانی میبینه و احساس میکنه و اونقدر رو بدن خودش کار میکنه، خب درست رو بدن خودش کار میکنه ولی همزمان داره ناخودآگاه رو روانش هم کار میشه. یعنی چون قهرمانی یک بار سنگینه، تو فضای قهرمانی وقتی کسی میره دیگه عملاً مرزها برداشته میشه، تفاوتی بین خودش و یک مرد ممکنه حس نکنه و زن و یا دختری که این اتفاق براش میفته، اتفاقاً اون علایم اونقدر کم میشن، اون خونریزی ها اونقدر کم میشن، حتی توی بعضی از افراد اصلا خونریزی دیده نمیشه. یعنی چرخه داره به صورت عادی و منظم به طور کامل انجام میشه بدون خونریزی. یعنی افت ناگهانی پروژسترون ندارن که دیواره آندومتر یهویی بریزه. اگر قرار هست دیواره آندومتر در واقع دفع بشه، باز جذب میشه به صورت نرمال، به صورت طبیعی، مثل خیلی از در واقع مثل خیلی از اندامهای دیگه بدن که داره همین اتفاق براشون میفته. اینم باید بگم الزاماً کسی که خونریزی نداره الزاماً به این معنی نیست که همه چیزش عادی هست، به خاطر اینکه این ماتریکس پزشکی که اومده اضافه شده به ماتریکس زنانه، یک تعریفی از سلامتی و بیماری مطرح کرده که شده دغدغه زنها و دخترها. میگن نکنه من به جایگاهی برسم که خونریزی نکنم، چون خونریزی توی ذهن این فرد برابر هست با یک بیماری، برابر هست با یک اختلال و این استرسه چه بسا باعث میشه که یه دختر و یک زن خونریزیش متوقف بشه، ولی این خونریزی نشون دهنده یک پدیده مثبت نیست. تو از همون چیزی که میترسیدی سرت اومده. به مکانیسم معکوس ضمیر ناخودآگاه هست دیگه. تو میترسی از این که نکنه من خونریزی در من متوقف بشه و من یک عیبی پیدا کنم یا یک عیبی داشته باشم. خونریزی متوقف میشه ولی نه برای این که بگه تو سالمی، برای این که همون ترسی که داشتی، همون باوری که در واقع ازش میترسیدی، خودش رو بهت نشون بده عین یک آینه و بگه آره تو چرخت مختل شده، تخمک گذاری داره خوب انجام نمیشه یا اصلا کلا انجام نمیشه، یه عیبی پیدا کردی. یعنی ما دو نوع قطع خونریزی داریم. یه نوع قطع خونریزی داریم برای افرادی که دچار این ترسه هستن که این ترسه رو کی براشون به وجود آورده؟ ماتریکس پزشکی، ماتریکس علم این تعریف رو انداخته که خونریزی یک چیز کاملا طبیعی و عادیه. اگر خونریزی نداشته باشی تو یک نقصی داری و این استرابه و این استرسه خودش باعث میشه که بعضی از افراد خونریزیشون قطع بشه، ولی نه به عنوان یک پدیده مثبت، نه به عنوان یک پدیده سالم، به عنوان یک نقص، به عنوان یک اختلال. جهان آینه روان توه، آینه اون ترس‌های توه. میگن از هر چی به ترسی سرت میاد. در واقع ما مثال بارزش رو تو همه زمینه‌ها داریم و یک نوع قطع خونریزی داریم که این نشون دهنده طبیعت کامله، سلامت کامله. یعنی طرف
هیچ خونریزی نداره ولی تو بدنش همه پروسه ها دارن عادی انجام میشن، همه چی سالمه، همه چی سر جای درست خودش هست، فقط خونریزی نیست. دیوار اندومتر یهویی نمیریزه، به صورت نرم باز جذب میشه تو خودش، تو خود بدن، بدون خونریزی، بدون در واقع افت ناگهانی، یا اگر هم قرار خونریزی صورت بگیره خیلی ملایم‌تر، خیلی نرم‌تر و خیلی خفیف‌تر. خب حالا به عنوان حرف آخر می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که چطور ما از این ماتریکس زنانگی و از این چرخه دردناک پریودی، از این چرخه پرخون و خشن پریودی در واقع همه چی رو به اصل خودش برگردونیم، همه چیز رو به تنظیمات کارخونی خودش برگردونیم. من نمیخوام خیلی از رهایی صحبت بکنم چون هر نوع رها شدنی، هر نوع خارج شدنی نشون دهنده جنگه. در قدم اول تو به عنوان یک زن، تو به عنوان یک دختر باید به این ماتریکس ضعف محور زنانگی آگاه بشی. بفهمی که یک ماتریکسی وجود داره، یک ماتریکسی که نسل به نسل، دهان به دهان چرخیده و اینقدر قدرتمند شده که امروزه علمی که فقط بر اساس مشاهدات نتیجه گیری میکنه، بر اساس مشاهدات خودش اون رو طبیعی قلمداد میکنه، چون علم با اون چیزی که داره به صورت اکثریت اتفاق میفته کار میکنه، پیش میره. اون چیزی که به صورت اکثریت داره تکرار میشه به عنوان یک چیز طبیعی قلمداد میشه و اون چیزی که خیلی نادر هست میشه استثناء. ولی نگاه نمیکنه که پشت اون جسم، پشت اون بیولوژی چه چیزی در روان داره صورت میگیره، چه ماتریکسی پذیرفته شده، چه معنایی در کار هست. و اینجا همون نقطه‌ای هست که ما باید بهش بپردازیم. یعنی در نگاه اول زن و دختر باید به این ماتریکس آگاه بشه و در ثانی حالا که فهمیدیم ماتریکس وجود داره، از هر تلاش برای رها شدنی رها، چون همه زنها میخوان از این پریود، از این درد رها بشن، خارج. یعنی یه بخشی از بدنشون میگه من نمیخوام، یه بخشی میگه میخوام، همه میخوان در هر صورت خارج بشن. ولی نکته اینجاست، به قول شاعر جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار باش تا که قرار آیدت. از هر رهایی رها شو و به صلح برس، به جای جنگ به صلح برس. خب و در ذهن خودت، در باورهای خودت به 2 تا چیز خیلی اهمیت بده. یک، تفاوت جنسیتی از نظر توانایی، از نظر جایگاه تو توی اجتماع، از نظر همه چیز بین تو و بین مرد وجود نداره. هیچ تفاوتی بین شما وجود نداره. به همون میزانی که یک مرد توی تولید مثل نقش داره، به همون میزان هم یک زن نقش داره. خب یعنی اگر زن نبود اون مرد چجوری میخواد بچه دار بشه؟ با چی میخواد چه چیزی میتونه در واقع باعث بشه بچه به وجود بیاد؟ همون مقداری که مرد سهیم هست، زن هم سهیم هست. یعنی هیچ تفاوت و تمایزی تو این پروسه واسه خودت قائل نباش و بیا روی این قضیه کار کن که همونطوری که یک مرد این در واقع پتانسیل رو داره که هر وقتی از سال، هر وقتی از ماه بتونه تفریح کنه، بتونه ورزش کنه، بتونه این ور بره، بتونه اون ور بره، بتونه شاد باشه، بتونه خوشحال باشه، برای زن هم چنین چیزی شدنی هست و امکان پذیره. و در ثانی بیا روی این باور کار کن که این طبیعی نیست که تو هر ماه یه عالمه خون از دست بدی، یه عالمه انرژی از دست بدی، یه عالمه حال بد رو متحمل بشی که بخواد یک پروسه‌ای به صورت عادی تو بدن تو کار بکنه. به دنبال منطق‌هایی بگرد، به دنبال الگوهایی بگرد که این باور رو در تو تقویت بکنن. من نمیگم که حتما باید به درجه‌ای برسی که خونریزی متوقف بشه. من دارم میگم هر پیشرفتی، هر ملایمتی یه پوهن مثبت، یه نتیجه است. به هر میزان که حتی یه کوچولو میزان دردت کمتر میشه، این یه نتیجه مثبته. اینو باید جدی بگیری، اینو باید بهش بها بدی. هر چقدر میزان این خونریزی کمتر میشه، ملایمتر میشه، هر چه تعداد اون روزهایی که تو ضعف داری کمتر بشه،
این خودش نتیجه است و رو اینها زوم کن، رو اینها توجه کن، چون رو هر چی توجه میکنی گسترش پیدا میکنه و این اتفاق میتونه برای تو دائمی بشه و چه بسا در ایدئال ترین حالت اگر در واقع این از این ماتریکس، در واقع این ماتریکس رو با ماتریکس حقیقی جایگزین بکنی، ماتریکس الهی جایگزین بکنی، به نقطه خواهی رسید که عملاً هیچ خونریزی صورت نخواهد گرفت، ابداً هیچ خونریزی صورت نخواهد گرفت. این نقطه ایدئال و نهایی هست که قطعاً اتفاق خواهد افتاد. یعنی ما به جایگاهی خواهیم رسید که علم در یک نقطه‌ای این رو خواهد پذیرفت و به عنوان یک خوراک مثبت به جامعه زنها، به کل جامعه انتقال خواهد داد که این ماتریکس کلاً با یک حقیقت همه‌گیر جایگزین میشه و چه بسا برای همه این اتفاق خواهد افتاد. دنبال این نباش که این ماتریکس جمعی بخواد از بین بره، برای تو باید از بین بره. من خودم تو این مسیر هستم و بارها تجربه کردم و تو اگه اینو نپذیری، تو اگه خودتو کنار بکشی از این ماتریکس و دنبال این نباشی که جامعه به جایی برسه که این ماتریکس از بین بره، ما وقتی تک تک این کار رو انجام بدیم اون رها میشیم دیگه، جامعه هم میپذیره این رو. و به صلح برس، اون آدما رو همه رو ببخش، مادرتو ببخش، مادر بزرگتو ببخش، مدرسه رو ببخش، باشون به صلح برس، بدون که اونها هم خودشون توی این هیپنوتیزم ذهنی گیر کرده بودن و تقصیر اونا هم نیست، تقصیر هیچکی نیست، نه تقصیر ماست نه تقصیر اوناست. وقتی عشق میورزی میتونی رها بشی. مثلا همین پیدا کردن منطقها، همین آروم کردن ذهنت. من جاهایی میرسیدم که اصلا یادم میرفت که اصلا چیزی به نام پریود وجود داره و رها میشدم. بارها شده بود که من رها شده بودم از این مسئله، ولی بعدش حالا دوباره این ترسه میومد و این اتفاق میافتاد، ولی من این مسیر رو ادامه دادم و هنوز هم همچنان در مسیر هستم. فهمیدم که با جنگ و تقلا و زور نمیشه و هر نشونه‌ای به قول تو وقتی درده کمتر میشه، همینو یه نشونه مثبت میگیری. وقتی حالت بهتر میشه، عشق تو وجودت بیشتر میشه، این درده کمتر میشه، این خونریزی کمتر میشه، تو در مسیر درست هستی و میتونیم به جایی برسیم که به نقطه‌ای برسیم که دیگه کلا رها بشیم و ببینیم که هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. وقتهایی این درد در من کمتر میشد، این خونریزی کمتر میشد، فرقی با روزای دیگه نداشت زندگی من که احساس یگانگی میکردم با خودت، با تمام جهان و هیچ فرقی بین خودم و بقیه نمیدیدم و خودم رو یه انسان کامل میدیدم. به نکته خیلی مهمی اشاره کردی. بخشش خیلی مهمه، چون خیلی از افراد وقتی این ماتریکس رو بهش پی میبرن شروع میکنن به خشمگین شدن. اتفاقا کاری که تو باید بکنی بخششه. یعنی هم باید این ماتریکس رو ببخشی، هم باید گذشتگان ما رو ببخشی که این فریب رو باور کردن، هم باید اون مردهایی رو در گذشته ببخشی که این در واقع دچار این جهالت شدن. همه رو باید ببخشی، خودت رو هم باید ببخشی. این بخشش خیلی مهمه، یعنی این بخشش قدم بسیار بسیار پر اهمیتی. و نکته بعدی که باید بهش توجه کنیم اینه که تصویرسازی و تجسم سلامتی خیلی مهمه. یعنی در کنار همه اینها ما نمیتونیم از اهمیت تصویرسازی چشم‌پوشی کنیم به تصویرسازی، ولی این تصویرسازی خیلی مهمه. ممکنه تو شروع اصلا امکان پذیر نباشه، تو شروع لازم باشه که تو توجهت رو از این قضیه برداری. مثلا اگر تو پروسه پریود هستی توجهت رو برداری. اوکی الان درد هست، الان خونریزی هست، توجهت رو بردار، توجهت رو معطوف کن به هر چیزی به جز این قضیه تا جایی که میتونی. یه چیزی هم بگم، من خودم تجربه کردم، اینکه عشق بورزی به همون دردم، بپذیرش اون رو توی عشق خودت در آغوش بگیر، اون درد رو باش نجنگ و این نجنگیدن هم باعث میشه که اون و زمانی که این درد نیست، این خونریزی نیست و همه چی در صلح و ذهنت آرومه، ذهنت پذیراست، یعنی یه مدیتیشنی کردی و کلا این ماتریکس کلا محو شده، باید و نبایدی تو ذهنت نیست و آماده هستی برای تصویرسازی. تو تصویرسازیات خودت رو با یک بدن کاملا سالم از این نظر تجسم کن. این تجسم خیلی مهمه. باز هم میگم هدف نهایی هیچ گونه جنگیدنی، رها شدنی نیست. هدف عشق، هدف صلح و در کنار این عشق، در کنار این صلح، در کنار تغییر این ذهنیت، در کنار یکسان دونستن و برابری بین مرد و زن، ثمرش و نتیجهش سلامتی عادی بدنه. خونریزی ها خیلی کمتر میشن.
دردها خیلی کمتر میشه، اصلا نابود میشن. ممکنه خونریزی باشه ولی تو دیگه اصلا دردی نداری، به همه کارهات میتونی برسی. چه بسا همین اتفاق واسه تو افتاده، واسه خیلی از زنهای دیگه. آره. وقتی ندیدن به این معنی نیست که وجود نداره، در دایره دید ما نیست. که ولی الان که آگاه شدیم اینا رو ممکنه بیشتر ببینیم. همچین آدم اصلا فرکانس آدم اجازه نمیده که این فرکانس آدم ها وقتی توی فرکانس خاص هستن اجازه ندارن، یعنی جهان بهشون این اجازه دسترسی رو نمیده که چنین افرادی رو ببینن، چون باورهاشون در واقع این هست که آقا همه زنها دچار این اتفاق میشن. خب و حتی گاهی اوقات لازم هست از جامعه زنان فاصله بگیری. گاهی اوقات ممکنه تو شروع لازم باشه تو از جامعه زنان فاصله بگیری، از اون همه در واقع احساس قربانی شدن و احساس ضعفی که اینها دارن و حمل میکنن و شروع میکنن به غرغر کردن، شروع میکنن به قصه خوردن، گریه کردن، درد و دل کردن، فاصله بگیری و وقتی به یک قدرت مطلوبی رسیدی دوباره برگرد. صحبت‌های خیلی فوق‌العاده‌ای کردیم و دوست دارم که راجع به این قضایا فکر کنیم. صحبت‌هایی که اینجا کردیم برای کسی که ذهنش کاملاً با تعصب علم یا تعصب دین یا خیلی از تعصب‌های دیگه، تعصب فرهنگ بسته شده باشه قابل پذیرش نیست. همیشه یک مقاومتی در طول این صحبت‌ها، در طول این ویدیو قطعاً باهاش روبرو شده، اما بخشی از قلبش، در اعماق وجودش، قلبش یک ندایی بهش میداد مبنی بر این که این حرفا درستن. این طبیعت تو نیست که تو دچار این خونریزی ها بشی، تو متحمل این دردها بشی. این هیچ جاش طبیعی نیست. آره، و این که تو زن هستی، تو مثلا یک رحمی داری، تو پستان داری، تو مثلا مسئولیت خیلی بیشتری در پروسه تولد یک کودک داری، این اصلا منطق درستی نیست. کسی که در واقع سیستمش تو این زمینه بیشتر جلوه‌گر هست به معنای این نیست که باید کنار گذاشته بشه. چه بسا خیلی از تمام حیواناتی که حامله میشن، باردار میشن، اصلا به این معنی نیست که اونها طرد بشن. یا حتی خیلی از پرنده ها هستن تخم میذارن، جنس نر میره رو تخما میشینه. مثالش مثل عروس هلندیا که ماده تخم میذارن، نرا میرن از اون تخم ها مراقبت میکنن. آفرین. و خیلی جای دیگه و خیلی از حیوانات مثلا حامله میشن، در طول پروسه حاملگیشون چرا میکنن، این ور میرن اون ور میرن، همه کارها رو میکنن. آره، و به صورت عادی تو همون طبیعت اون بچه از رحمشون خارج میشه، اون هورمون ها به صورت عادی ترشح میشن. اصلا اگر که این پروسه این ماتریکس به طور کامل از ذهن زن خاموش بشه و زنها به یک ثبات آرامشی، به یک ثبات ذهنی عصبی برسن، هورمون ها تعادل هورمونی به طور کامل تو بدن انجام میشه و این جداره واژن به طور کامل باز میشه و بچه خود به خود میاد بیرون. دیگه کل این پروسه زنان و زایمان اصلا کلا عملا محو میشه. مثلا یا اصلا دیگه به این شکل در دیگه سزارینی ما نخواهیم داشت. درباره درد زایمان هم که گفتی، توی حیوونا، توی طبیعت، توی جنگل ما نمیبینیم که یه حیوانو ببرن توی جنگل ها، توی مناطق آزاد استرس‌زا رو داریم صحبت نمی‌کنیم. یا مثلا توی طویله هایی که با آدم ها مجاور هستن دارن دارن استرس رو متحمل میشن، راجع به اونا داریم صحبت نمی‌کنیم. اونا تحت محیط‌های استرس‌زا هستن که نیازمند یه چه میدونن سزارین خاص، نیازمند یه زایمان خاص، ولی تو جنگل، تو محیط طبیعی هرگز چنین چیزی نیست. آره، ما توی جنگل، توی محیط‌های آزاد نمی‌بینیم که حیوونا بخوان زایمان کنن، حالا درد زایمان بکشن، یه پروسه‌ای داشته باشه، بخوان بعد از زایمان استراحت کنن، قبل از زایمان استراحت کنن و حالا بیان بدنشون رو قیچی کنن که اون بچه به دنیا بیاد. اصلا اون به قول خودت اون حیوان داره زندگیشو میکنه، اون شیر، ببر، گاوه، اصلا هر چیزی زندگیشو میکنه و اون بچه هم راحت از بدنش میاد خارج میشه و اصلا هیچ اتفاق بدی هم نمیفته و اون ادامه میده به زندگیش. درد زایمان خودش هم یه ماتریکسه. یعنی افراد از همه شنیدن که زایمان یک پروسه دردناکه، یه بچه گنده قرار از جداره واژنت بیاد بیرون و این هم خودش باور جمعیه.
و چه بسا افراد مثلا توی زایمان‌های بعدیشون دیگه اصلا کلا هی راحت‌تر میشه، اصلا توی زایمان آخرشون مثلا میگن دیگه کلا بچه دیگه اصلا کلا سر خورد اومد بیرون و از این طبیعیش اینه که تو همون زایمان اول این اتفاق بیفته، ولی چون تو طلسم شدی با این ماتریکس جمعی که بهت قبولوندن تو به عنوان یک باور و یک هم یه باور داری از اینکه زایمان سخته، به صورت نیاز به یک آدم ثانویه هست که کمکت بکنه و در کنارش داری یک ترسی رو تحمل میکنی از درد. اصلا زایمان در حالت عادی نباید درد داشته باشه، اصلا نه تو خود اون پروسه حمل، نه تو خود اون پروسه فارغ شدن. اصلا ما تو طبیعت چنین چیزی نداریم، حیوان داره علفش رو میخوره بچه به دنیا میاد. خب و به این معنی است که تو مثلا پستان داری شیر میدی دیگه کلا این بچه وقف تو باید باشه. نه، پدر میتونه اون بچه رو در اکثر مواقع نگه داره، فقط اون پروسه شیرخوارگیش دست تو باشه. یعنی 99% میتونه بچه دست پدر باشه، 1% دست تو باشه، تو فقط بهش شیر بدی. یعنی اینجوری چرا نگاه نمی‌کنی به قضیه؟ میگی آقا این که مثلا زن باید 9 ماه بچه رو حمل بکنه، در واقع توی شکمش حمل بکنه و بهش شیر بده، چرا اینجوری بهش نگاه نمی‌کنی؟ آقا من 9 ماه حمل میکنم، وقتی بچه اومد بیرون دیگه 9 ماه شوهر من بچه رو حمل میکنه، همش تو بغل اونه، همش اون بچه رو تر خشک میکنه، همش اون، ما این تقسیم کار رو با هم میکنیم و فقط یه سری مواقع خاص که نیاز به شیر داره من بهش شیر میدم. اگر اینجوری هم بخوایم نگاه بکنیم باز همین عدالت و این تساوی بین زن و مرد وجود داره، ولی خیلی از زن‌ها دوست دارن، خیلی از زن‌ها دوست دارن که از زیر بار چی میگن جامعه کنار برن به یه گوشه‌ای به خاطر ضعف عزت نفسشون، به خاطر تفره رفتن از یک سری در واقع مسئولیت‌هایی، خب که اونم مسئولیت نیست، خلاصه دوست دارن که دیگران کارها رو به جاشون انجام بدن و اینو یه گوشه باشن بقیه کارها رو براشون انجام بدن خودشون، ولی نمیدونن که این کنار کشیدن چه عواقبی براشون داره. تو داری میچسبی به ماتریکسی که داره سلامت بدن تو رو به خطر میندازه، با خونریزی‌های شدید، با دردهای شدید، با افت انرژی‌های شدید و یه عالمه موارد دیگه. حالا جدای از اون بعدش هم کلی درد داره به خاطر همون زایمانی که کرده، اثرات بعد از زایمان و حالا اینا رو کار نداریم که و زنهایی داریم که توی همون 9 ماه حاملگی هم دردی ندارن و هیچ فرقی با یک مرد ندارن و راحت دارن زندگیشونو میکنن، راحت دارن کاراشونو انجام میدن و زنهایی رو دیدم که وقتی فارغ شده هم اصلا راحت کاراشو کرده و بقیه براشون عادی نبوده، چیزی که طبیعیه و عادیه رو میگن تو چجوری مثلا راحت بعدش بلند شدی کاراتو انجام دادی و طرف زایمانش هم طبیعی بوده، زایمان مثلا اونجوری با زور و اینا نبوده و خب اونم برمیگرده به یه ذهنیت قدرتمندی که اون زن از خودش داشته و خودش رو ضعیف نمیدیده دیگه. فقط بدن قوی نیست که، همه ربط میدن به اینکه بدنش قوی بوده، فلان بوده، ژنش مثلا اینا بوده و همه اینا، همه این ضعف هایی که ما زنها، همه این دردهایی که تجربه میکنیم برمیگرده به همین ماتریکس زنانه‌ای که پذیرفتیم و توش گیر کردیم و وقتی که خودت رو کنار میکشی نه فقط درد پریود، دردهایی مثل درد زایمان هم دیگه تجربه نمی کنی و رها میشی و احساس میکنی تو هیچ فرقی با مرد نداری. یه نکته هم بهت بگم، وقتی تو میای تو این پروسه روانی درست و از این ماتریکس در واقع جدا میکنی خودت رو، علاوه بر اینکه بدنت سلامته، تناسب اندامت هم حفظ میشه. یعنی علت این که خیلی از افراد در اثر زایمان‌های مکرر واژنشون از فرم میفته، مثلا دیگه اون حالت اولیه رو نداره، به خاطر همون مقاومت هاست. یعنی این هورمونه به طور کامل ترشح نمیشه که این جداره واژن به طور کامل باز بشه و بچه خیلی راحت و سالم بیاد بیرون و بعدش به طور کامل برگرده به همون جای اولش. این اتفاق نمیفته، به صورت ناقص جداره رحم باز میشه و باید به زور بچه رو بکشن بیرون و این زوره روی دیواره تأثیر منفی میذاره و باعث میشه واژن شل بشه و از اون حالت تراوت اولیه خودش خارج بشه. چه بسا یه زنی میتونه 10 تا بچه بزاد ولی همون تراوت اولیه خودش رو عین یک دختر حفظ بکنه. و این منوط به چیه؟ مشروط به چیه؟ به اینه که تو از نظر ذهنی، از نظر منتالی اونقدر آماده باشی که
اونقدر از این باورها و از این باورهای سمی، از این ماتریکس ها خارج باشی که این هورمون ها در هنگام فارغ شدن به طور کامل در تو ترشح بشن و این جداره به صورت طبیعی، همونطوری که تو طبیعت اتفاق میفته، کامل باز بشه، بچه بیاد بیرون و برگرده به جای اول خودش. تمام این پروسه هایی که از چاقی بعد از زایمان، از افزایش وزن، اینا همشون جزء همون ماتریکسه. افسردگی بعد از زایمان، همه اینا جزء اون ماتریکس هست. و بحث بعدی این که دوست دارم یه کوچولو بهش اشاره کنیم و دیگه این پرونده رو بریم، بحث یائسگیه. ما در طبیعت چیزی به نام یائسگی در حیوانات، در هیچ حیوانی نداریم. در دلفین ها و در نهنگ ها میگن یه چیزی شبیه یائسگی است ولی یائسگی نیست، چون یائسگی یعنی خاموش شدن کامل سیستم تولید مثل. توی والها و دلفین، توی نهنگ ها و دلفین ها ما چیزی به نام یائسگی نداریم، فقط کاهش شدت تولید مثل رو داریم. یعنی حیوان ها به صورت عادی کاهش شدت تولید مثل ممکنه توشون به وجود بیاد، ولی چیزی به نام یائسگی که به معنای خاموش شدن کل اون سیستم بارداری هست وجود نداره و این فقط مختص انسانه. حتی در شامپانزه ها و میمون ها و اینا هم ما چنین چیزی نداریم، چیزی به نام یائسگی نداریم. پس بدون که خونریزی ماهانه، درد ماهانه، چه میدونم ضعف و افسردگی ماهانه، درد زایمان و تمام چیزهایی که پروسه‌هایی که به زایمان ختم میشه و بحث یائسگی، اینا همه جزء این ماتریکس زنانه هستن. و ببینید که چقدر این ماتریکس تنین انداز هست بر زندگی زنان در جامعه. و یه نکته خیلی مهمی رو هم میخوام بگم. به نظر من یائسگی یه مکانیزم بدن هست، یک نوع گیواب کردن بدن در برابر این همه خونریزی ها و این همه دردهای ماهانه پریودی. در واقع بدن به یه دلیل و به یه بهانه‌ای میخواد متوسل بشه که دیگه این چرخه رو، این خونریزی ها رو دیگه قطعش کنه. و چون در واقع توی ذهن شخص قطع خونریزی برابر هست با مختل شدن چرخه، یا قطع خونریزی برابر هست با اختلال توی بارداری، پدیده یائسگی به وجود میاد که دیگه مهر باطل رو به این چرخه بزنه و دیگه شخص و بدن از شر این همه خونریزی ها و این همه دردهای بیهوده خلاص بشه. خیلی صحبت همون فوق‌العاده بود و تنها چیزی که میتونم بگم اینه که تو با عشق، با صلح، با کنارگیری کردن از این ماتریکسی که حالا هر جا میبینی احساس کسی داره درباره ضعف، قربانی بودن، اینجور چیزا صحبت میکنه، میناله، ازشون فاصله بگیر و خودت با منطقهای قوی، با رفتن به سمت چیزهایی که به تو احساس قدرت میده، احساس یگانگی میکنی، از نظر ذهنی احساس میکنی هیچ فرقی با مرد نداری و یکی هستی باهاش. این صلح و این عشق رو درون خودت بیشتر و بیشتر کن، این احساس قدرت رو بیشتر کن و بعد خودت میبینی که در تمام قسمت‌های زندگیت هیچ فرقی با مرد نداری و میتونی پا به پای یه مرد زندگی فوق‌العاده‌ای رو تجربه کنی، موفق باشی توی کار، توی زندگیت که حالا کار و زندگی جدا از هم نیستن، توی همه چی مثل یه مرد هیچ فرقی نداشته باشی، چون واقعا هم فرق نداریم اگه گول ظاهر رو نخوریم. و این با عشق، با صلح و با بی‌توجهی به این ماتریکس زنانه‌ای که ساخته شده برای ما ممکنه. خیلی صحبتامون فوق‌العاده بود، خیلی لذت بردم، مطمئنم که بچه‌ها هم لذت بردن و همین. منم خیلی لذت بردم. این صحبت‌ها نیازمند این هست که با یک ذهن باز، با یک ذهن بدون تعصب، هدف این نیست که تمام صحبت‌های ما رو کسی بپذیره. همین که ذهنش معطوف به یک سری سوالاتی بشه که آیا واقعا این طبیعیه؟ آیا واقعا این عادیه؟ و جوابش هم نره تو اینترنت بگرده، چون هیچ منبعی نمیاد این صحبتایی که ما اینقدر شسته و رفته همه رو در اختیار مخاطب قرار دادیم بیاد همه اینا رو قشنگ لیست کنه، فهرست کنه، برن مثلا از چت جی پی تی بپرسن، از گراک بپرسن، از گوگل بپرسن، از 1000 تا هوش مصنوعی بپرسن. نه، کسی نمیاد اینا رو بهت بگه. به درون خود، به قلب خود مراجعه کن، تدبر کن و ببین، به شواهد زندگی خود، به شواهد زندگی اطرافیان خودت نگاه کن، الگوهای رو کشف کن اگر نیاز هست. اگرم نه که اصلا یه کسی که اصلا آمادگیشو داشته باشه. اصلا یه سری از افراد هستن به یه حدی از آگاهی میرسن و فقط منتظرن، دنبال این هستن که دقیقاً یه همچین مطالبی رو بشنون
و رو این منطق‌ها کار کنن، اهمیت این قضیه رو میدونن، اهمیت این که باید از این ماتریکس زنانه خارج بشن رو میدونن، اصلا میدونن که اصلا یک چیزی در اعماق وجودشون بهشون میگفته که آقا این پریوده یک باور جمعیه که به صورت اشتباه پذیرفته شده. چرا کسی راجع به این قضیه صحبت نمیکنه؟ من دنبال یک کسی هستم که بیاد راجع به این قضیه واسه من صحبت کنه، منطق‌های قوی رو بیاره، از شواهد و از نتایجی بگه که به من کمک کنه با یک نگاه متفاوت به این قضیه نگاه کنم و بتونم زندگیمو اونجوری که میخوام شکل بدم تو بعد سلامتی. ممنونم، به من خیلی خوش گذشت.